سلام علیکم دوستان عزیز، امیدوار هستم جور و صحتمند و سر حال باشید. سلام علیکم عزیزای بیننده، خوش آمدید به ولاگ تازه ما از ولسوالی زیبای استالف. سرسبزی آب و هوای خاص داره دیگه. چنارهای قدیمی همچنان تختا، دوست و رفیق و اندوال میتونین اینجا بیاین بشینین میله کنین. بسیار مقبول و زیبا و دیدنی وطن ما شما. یک ساعت پیاده روی است دیگه. ما برای خود ادامه داده رسیم. اینی جای کمر اجدار است، اینی گردنش است دیگه. بیاین سعی کنین چشمه را بیخی در وسط کو چشمه است دیگه. میگن که همونطور که شمشیر خوردگی است دیگه، همونطور کشته شده ای اجدار در زمانهای بسیار سابق. دوستای بیننده، فرمایش ما بخیر رسید. شما اینجا بیاین غذا رو نوشجان کنین، بهترین مزه و لذت خاص خود داره.